سلام و روز بخیر. امامعلی رحمان به قرقیزستان سفر کرد و با پرزیدنت این کشور گفتگو میکند. ملتگرای روس که میگفت تاجیکان را بزنید جزا گرفت. سازمان ملل گفته است طالبان 10 نفر نظامی حکومت پیشین را کشتند. دوربین های نظارتی دوشنبه بیش از 2000 گدا را ثبت کردند و دیگر موضوعهای روز در سرخط خبرها. من مومین احمدی هستم. پرزیدنت امامعلی رحمان در جریان سفرش به قرقیزستان با رئیس جمهور این کشور صادر جباروف ملاقات میکند. در این باره عبدالفتاح شریفزاده سخنگوی پرزیدنت تاجیکستان بر رادیو آزادی خبر داد. موضوع گفتگوی رهبران تاجیکستان و قرقیزستان رسما اعلان نشده است. امامعلی رحمان صبح 21 ایول با هدف شرکت در جلسه سران کشورهای آسیای مرکزی به شهر چولپان آتای قرقیزستان سفر کرد. سخنگوی پرزیدنت گفت از میان رهبران کشورهای آسیای مرکزی امامعلی رحمان تنها با صادر جباروف ملاقاتی علیحده خواهد داشت. روابط دوشنبه و بیشکک در سایه بحث‌های مرزی سالهای اخیر تیره شده است. قریب نصف مرز دو کشور معین و علامت گذاری نشده است و گاه در مرز مناقشه ها سر میزند. از جمله در یکی از خونین ترین مناقشه ها در ماه اپریل سال گذشته از هر دو طرف 55 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. هر دو جانب گفتند خواهان حل مشکل مرزی از راه گفتگو هستند. در مرکز ملی قانونگذاری نزد پرزیدنت تاجیکستان گفتند که راه‌های تنظیم فعالیت بلاگران را می‌آموزند. در نشست مطبوعاتی 20 ایول رئیس این مرکز عزت‌الله سیدزاده به خبرگزاری دولتی خاور گفته است قانون‌های مربوط به اطلاعات آموخته می‌شوند. او پیشنهاد تنظیم فعالیت بلاگران را قابل قبول دانسته است. پیشنهاد مذکور در حال صدا می‌دهد که مقامات تاجیک فشار بالای روزنامه‌نگاران را بیشتر کرده چند بلاگر و ژورنالیست را بازداشت کردند. خوشام غلاموف بلاگری زاده بدخشان و عبدالستار پیر محمد زاده، ذوقیبک سعید امینی، دلیر امامعلی عبدالله غربتی از جمله ژورنالیستان شناخته بودند که به فعالیت بلاگری نیز مشغول بودند و بازداشت شدند. مقامات آنها را به همکاری با سازمان‌های ممنوع عیبدار کردند. سازمان‌های ژورنالیستی این عیب را بافته می‌دانند. روز 21 ایول بعد توقف 10 روزه روسیه توسط لوله نورد استریم 1 صادرات گاز طبیعی به اروپا را برقرار کرد. تخمین می شود که صادرات کمتر از معیار خواهد بود. لوله نورد استریم 1 گاز طبیعی را از روسیه به آلمان انتقال می دهد. رئیس شبکه گاز طبیعی آلمان کلاوس میولر گفت شرکت گازپروم روسیه خبر داده است که سر از 21 ایول صادرات گاز طبیعی به مقدار 30% اقتدار لوله برقرار شد. مقامات اوکراین روز 21 ایول گفتند نیروهای روسیه یک محل اهالینشین را در نیکوپل در شهر جنوبی زاپاروژیه بمباران کردند. در این حادثه دست کم 2 غیر نظامی کشته و 9 نفر دیگر از جمله چند کودک زخمی شدند. این زمان نیروهای اوکراینی در جنوب و شرق این کشور بیش از 100 سرباز روسیه را کشتند. ماموریت تعیین شده از جانب روسیه در منطقه قسماً اشغال شده زاپاروژیه اوکراین میگوید کیف به یک نیروگاه هسته‌ای در آنجا با هواپیمای بی سرنشین حمله کرده است اما ریاکتور آسیب ندیده است. دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که قتل 160 مقامات حکومت پیشین به دست طالبان را ثبت کرده است. در گزارش این سازمان که 20 ایول نشر شد، کشتارهای غیرقانونی، شکنجه و بدرفتاری، بازداشت‌های خودسرانه، نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان سندسازی شده است. با گفته این سازمان طالبان 10 نفر را خودسرانه بازداشت و شکنجه کردند. طالبان گزارش سازمان ملل را دروغ دانسته گفتند که آن حقیقت ندارد. محمد سعید زبیدزاده معاون رئیس شهر دوشنبه اعلان کرد که چایخانه راحت را ویران نمی کند. سال 2017 در حکومت شهر دوشنبه گفته بودند که بنای چایخانه راحت تخریب می شود. این تصمیم ناراضگی فرهنگیان را به بار آورد. آنها گفتند این چایخانه همچون بنای تاریخی که با شیوه ملی بنیاد شده است حفظ شود. محمد سعید زبیدزاده معاون رستمی امامعلی گفت هرچند چایخانه راحت ارزشی تاریخی ندارد ولی آن حفظ خواهد شد و تنها در پهلویش بنای نوی وزارت عدلیه ساخته می شود. تفصیلات بیشتر را در سامانه رادیو آزادی بخوانید.
دادگاه سنت پتربورگ روسیه ملتگرای روس را برای تشویق زورآوری نسبت به تاجیکان، قرقیزان و دیگر قوم و ملت‌های قفقاز شرطاً جزا داده است. رومان ایوانوف در شبکه‌های اجتماعی روس‌ها را به زورآوری نسبت به دیگر ملت‌ها تشویق و دعوت حمله به آنها را می‌کرده است. دادگاه 3 سال او را شرطاً برای اصلاح شدن از آزادی محروم کرد. در قرار دادگاه آمده است که او 2 سال و 10 ماه حق استفاده اینترنت و عضویت در سازمان‌های جمعیتی را ندارد. خود ایوانوف عیب اعلان شده در نسبتش را قبول کرده است. مهاجران تاجیک بارها مورد حمله ملتگرایان روس قرار گرفتند. در گذشته موردهای حمله و قتل مهاجران تاجیک از جانب ملتگرایان روس نیز ثبت شده بود. دوربین‌های نظارتی شهری به خطر دوشنبه در نیم سال اخیر بیش از 400 تلبنده و آواره‌گرد را ثبت کرده است. مقامات سالها باز تلبنده‌ها را از خیابان‌های شهری دوشنبه پیش می‌کنند و اکثر آنها را فریبگرانی می‌نامند که با راه مفت درآمد یافتن می‌خواهند. بهرالله جورایف سردار مرکز شهری به خطر در صحبت با نشریه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان این موضوع را پرش شرح نداده است که پس از ثبت آنها با تلبندگان چی شده است. دوربین‌های نظارتی در شهر دوشنبه به خاطر کاهش قانون شکنی‌های راه و نقلیات نصب شده بودند. این مقام وزارت کارهای داخلی گفته است که در نیم سال بیش از 143,000 نقض قاعده راه را دوربین‌های نظارتی ثبت کردند که بیشتر از سال گذشته است. با گفته او از طریق این دوربین‌ها ده‌ها قانون ویرانکنی و جنایت‌های دیگر آشکار شده است. امروز 21 ایول بانک ملی تاجیکستان 1000 روبل روسی را 173 سامانی و 20 دیرم معین کرده است که 2 سامانی نسبت به روز گذشته بلند است. در بانک ملی قرب 1 دلار آمریکایی را 10 سامانی و 27 دیرم و 1 یورو را 10 سامانی و 50 دیرم معین کردند. این معلومات درباره قرب رسمی اسعار خارجی است. در بانک‌های تجارتی ممکن است قرب روبل و دلار و یورو فرق کند. سپاس از شما بیننده عزیز که ما را همراهی کردید. سرخط خبرها را به پایان میبریم، اما بعد 3 ساعت دیگر با خبر و گزارش‌های نو در برنامه اخباری آزادی به صحبت شما برمیگردیم.